اگه شما از گوشی‌هایی با مدل G7 و G5 و G6 و اینجور مدل استفاده میکنید و با این برنامه‌های جدید که حافظه زیاد و رم زیادی میخوان، یه سری تنظیمات که تو این گوشی‌ها باید فعالشون کنید یا کمشون کنید که این گوشی سرعتش افزایش پیدا کنه. حتما قبلش این ویدیو رو لایک کنید و این زیر دکمه سابسکرایب و اون زنگوله بغلش هم فعال کنید تا از فیلم های جدید ما با خبرش بشید. پس بدون معطلی بریم سراغ آموزش تا سرعت گوشی افزایش بدیم. خب بریم سراغ آموزش. حالا من یه توضیح کوتاهی هم درباره این بدم که این گوشی مدل بالاست و شاید یکم تم تنظیماتش یا تنظیمات های گوشی های دیگه با این فرق کنه، اما به هر حال نوشته همون نوشته و گزینه ها همون گزینه هاست. پس بریم سراغ آموزش. وارد تنظیمات گوشی میشیم، به گزینه های تهیه کننده میریم، یا اگه این گزینه را نداشتیم به دربار تلفن میریم و به قسمت اطلاعات نرم افزار و روی شماره ساخت 3 بار کلیک میکنیم. چون حالا من قبلا انجام دادم دیگه اومده و تا این گزینه برامون باز شه. وقتی این گزینه برامون باز شد واردش میشیم و این پایین میایم تا گزینه های مقیاس پویانمایی پنجره و مقیاس پویانمایی انتقالی و مقیاس طول و مدت انیماتور را هر این ستا را روی مقیاس پویانمایی 5/10 میذاریم و همه گزینه ها روی 5/10 میذاریم و این پایینیه روی 5/10 میذاریم تا سرعت کارمون بیشتر بشه و سرعت گوشی بیشتر بشه. و اینم از این آموزش. خیلی ممنونم از کسایی که تا اینجا ویدیو ما رو تماشا کردن و امیدوارم آموزش به طور کامل یاد گرفته باشن و به دردشون خورده باشه. و دوستان حتما یادتون نره لایک و این پایین دکمه سابسکرایب و اون زنگوله بغلش هم فعال کنید تا از ویدیوهای جدید پرکاربردی که ما براتون میذاریم یا به صورت کوتاه یا بلند بتونید استفاده کنید.